شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار یکتای بی همتایی که باز هم فرصت میسر کرد تا خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم و با فرستادن درود بی پایان بر روان پاک حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک گوهر او و راهروان راه او خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های رکن پنجم ویژه برنامه حج. و در این برنامه باز هم جناب دکتر نور محمد عمرا را در استودیو همراه دارم تا با موضوع امروز این برنامه همراه با ما و شما باشند. جناب دکتر، در آغاز برنامه خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که خوش و خرم بوده باشید. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و خدمت دستاندرکاران شبکه و از اینکه منت گذاشتید و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید کمال سپاس رو دارم. همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، شما خوبانی که مهمان میزبان ما در خانه هاتون هستید و آرزومندم که انشاءالله خداوند متعال حجاج بیت الله میهمانان خانه خودش رو در ضیافت کریمانه خودشون بگنجایند و طاعت و عبادت اونها را قبول کنند و شیفت دلان عاشق عبادت حج مؤمنان ایرانی عزیزمان را هم از این اجر و پاداش حاجیان محروم نگردانند. درست است که طاغوتیان جلوی ابو جهل ها جلوی مؤمنان را گرفتند، اجازه نمیدن که به خانه خدا سفر کنند، اما انشاءالله کرم الهی بسیار بسیار گسترده تر است و خداوند آگاه است که ملت عزیز ایرانیمون گروگان هستند، گروگان مجموعی از راهزنان که این انشاءالله ابر سیاه به زودی کنار میره و پایان شب سیاه سپید است. البته جناب دکتر، گروگان گرگ هایی که گرگ صفتانه امروز میخواند و حتی روبا صفتانه دیگران را مقصر بشمارند. جناب دکتر، من امروز فکر کنم که خدمت بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب هم نداشتم، چون به شما خوش آمدید گفتم. ما بار دیگر خدمت بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و خوشحالم که با برنامه دیگر از سری برنامه های رکن پنجم خدمت شما هستیم. در این شک نیست که حج رکن پنجم دین مبین اسلام است و مسلمان عاقل و بالغ و مستطیع، یعنی کسی که توانایی بدنی و مالی داشته باشد، بر او در طول عمر یک بار فرض است که فریضه حج و این واجب الهی رکن پنجم را به جا آورد و سالانه جمع کثیر از حجاج از سر تا سر کره خاکی به دیار حرمین می روند و آنجا مراسم حج را به جا می آورند و امسال نیز مانند سالهای گذشته عده کثیر که تعدادشان در حدود 3 میلیون تن می رسد به زیارت بیت الله الحرام مشرف می شوند و مناسک حجشان را به جا می آورند. اما متاسفانه و شوربختانه و بدبختانه امسال یگانه غایب حج امسال شهروندان ایرانی و مسلمانان ایران زمین هستند که به فعل فاعل و به زور و ستمگری و استکبارگری رژیم ایران نتوانستند که عازم مراسم حج شوند. در این برنامه می خواهیم دلیل و علت اینکه چرا ایرانی ها از حج محروم نگه داشته شدند را دریابیم. البته همراه با جناب دکتر عمرا هستیم. امیدواریم که تا آخرین لحظات این برنامه شما عزیزان نیز ما را همراهی کنید تا از فریب ها و عوام فریب های رژیم ایران آگاه شوید و بدانید که تبلیغات سیاه و زهراگین رژیم ایران همه
در حد تبلیغات بوده و دروغ بیش نیست و البته از دروغ‌های این رژیم خودتان آگاه هستین، اما به خاطر اینکه تعداد بیشتر از شهروندان فارسی زبانی که فریب این رژیم را خورده اند و یا حتی در داخل ایران فریب این رژیم را خورده اند پرده برداریم. امید است که تا آخرین لحظات این برنامه با ما باشید. جناب دکتر، فکر کنم برنامه را اگر از اینجا آغاز کنم بهتر است. ما البته در تمام قضایای منطقه، در ایجاد بحران ها، در بحران آفرینی ها، در پرابلم ها و مشکلاتی که در سر تا سر کشورهای جهان به خصوص به ویژه کشورهای منطقه و همجوار ایران در خاورمیانه خلق میشه و ایجاد میشه، میبینیم که دست ایران مستقیما در اونجا دخیل است، به خصوص در بعد بحران‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی. اما این بار می‌بینیم که دست ایران در یک قضیه‌ای که همه مسلمانان در آن شریک هستند و یک فریضه الهی است و باید بدور از مسائل سیاسی و اختلافاتی که کشورها با حکومت عربستان سعودی تنظیم کننده حج هستند، باید بدور از این مسائل حجاجشان را به مکه مکرمه به سرزمین وحی بفرستند و مانع این نشان. امسال میبینیم که دست ایران مستقیما، البته در سالهای گذشته هم دخیل بوده، امسال بیشتر دخالتش واضحتر و آشکارتر میشه و برای اولین بار مردم ایران، مسلمانان ایران از رفتن به حج منع میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. کاملا حرف شما ثقل وزین هست و باید در قضایای عبادی حداقل سیستم های حاکم منطقه‌ای حداقل نباید دخالتی می داشتن در روند مثلا رکن پنجم عبادت حج. مؤمنان از سراسر دنیا میان، بیش از 78 کشور جهان نماینده هاشون اومدند، رفتند به مثلا با نمایندگان عربستان و مسئولینشون دیدار داشتند، قضایای حج رو با هم تنسیق کردند و برنامه ریزی کردند. تنها هیئتی که به اصطلاح رفت به اصطلاح به عربستان و با اونا در افتاد و حاضر نشد توافق نامه رو امضا کنه هیئت ایرانی بود. و جالب اینجاست که در طی این به اصطلاح تئاتری که ایرانی ها برای ملت برومند ایران بازی کردن، تا لحظات آخر به ایران به ملت نگفتند که ما میخوایم که این برنامه رو به هم بزنیم. اولا تأخیر کردن در بسیار رفتن، بعدش که رفتن به عربستان اومدن با توافقنامه امضا نکردند که چی ما صلاحیت نداریم، ما برمیگردیم از مقامات و مراجع بالا دستور میگیریم. رفتن دستورشون رو گرفتند، یک به اصطلاح وعده وعیدها و یک نمیدونم بهانه ها و اینایی تراشیدند. این بهانه ها رو به هیئت عربستانی املا کردند که ما همچنین شرط و شروطی داریم 1 2 3 4، با وجودی که اصلا این هیئت ایرانی در به طور عموم باید در نزد عربستانی ها فاقد هر گونه اعتباری می بود. اینها در فاجعه منای سال گذشته دست داشتن، باعث شدند که بسیاری از مهمانان خانه خدا به شهادت برسند، من جمله بیش از 460 نفر از شهیدان و حاجیان عزیز ایرانیمون و همچنین مسلمان های دیگه که اونجا به هر حال اینا الان فاقد کل مصداقیت هستند. با این وجود رفتن به عربستان و یک بهانه هایی تراشیدن تا سعی کنند که عربستان رو وادار کنند که یک قانونی بذاره و اینها رو از رفتن به حج یا حاجیان ایران رو محروم کنه. جالب اینجاست که اینجا یک نقطه رو من گویایی که اینها میخواستن که عربستان سعودی را در یک موضع و در یک موقف قرار بدن که دولت عربستان سعودی مجبور شود که به شکل اشکال و این البته محال است و این حق را هم نداره که حجاج یک کشور را منع کنه. اینا میخواستن عربستان سعودی را در یک چنین موقف و موضع به تعبیر عربی حرج قرار بدن.
دقیقاً. اما اینا یک موردی رو گم کردند، یعنی ما میگیم در اصطلاح خودمون کافر همه را به کیش خویش پندارد. ما در ایران هنوز با یک معضله روبرو هستیم که سردمداران ایران در واقع کشوردار نیستند، اینها حوزه‌دار هستند. ما در کشورهای منطقه به هر حال کشوری هست، رهبریتی، حاکمیتی داره، شیوه حکومت داریش، حالا چه دموکراسی باشه، چه جمهوری باشه، چه پادشاهی باشه، هر چی میخواد باشه، یک کشوری هست با یک برنامه به اصطلاح دولت داری. در ایران ما متاسفانه این رو نداریم. ما در ایران یک حوزه علمیه بزرگی داریم به نام ایران و رهبریت این حوزه علمیه هم همون عقل به اصطلاح همون عقلیتی رو داره که به اصطلاح داشت یک حوزه علمیه رو در قم مدیریت میکنه. یعنی کسی که در قم یک حوزه علمیه داره با 2000 دانش آموز، این فکر میکنه که الان یک حوزه علمیه بزرگتری داره با 80 میلیون جمعیت، با همون عقل، با همون اندیشه، با همون طرز فکر به اصطلاح تنگ، با همون بینش بسیار ابلهانه. اینا اومدند خب رفتند به پیش عربستان و یه بهانه هایی درست کردند. آقا چرا ما میخواییم که زنهای مجرد هم بفرستیم حج؟ خب اصلا قانونا عربستان یک قانونی گذاشته که مثلا خانم ها باید با محرمشون باشن، پسرش باشه، شوهرش باشه، پدرش باشه. اما اینی که یک دختر بفرستی، خب چرا دختر میفرستی؟ خب باید این که کسی داشته باشه که در این انبوه جمعیت کسی باشه که به اصطلاح یک بهانه های این چنینی که آقا حاجی های ما رو باید هواپیمای خودمون ببرند. خب یه عرف بین المللی هست در قضایای به اصطلاح حمل و نقل، باید اون مراعات بشه. تو بیای به اصطلاح قلدری کنی، خب اون هم شمایی که به اصطلاح چند سال پیش در سال 1366 شما اومدید به اصطلاح در سال 1365 ایران چیکار کرد؟ سپاه اومد در ساک‌های حاجیای از همه جا بیخبر ایران مواد منفجره جاسازی کرد و در فرودگاه جده اینا گرفته شدند و یک به اصطلاح بدنامی شد برای ایران و ایرانی و منطقه. پیش از این ما مواردی داشتیم در سال 1402 هجری که تقریبا همون 61 باشه. در سال 1403 یک به اصطلاح موردی ما داشتیم. در سال 1406 این مورد رو داشتیم که به اصطلاح مواد منفجره آوردن. در سال 1407 که بشه به اصطلاح همون 1366 خودمون همون شد که به اصطلاح حمله شد و به اصطلاح کشت و کشتار راه انداختند و عکسای خمینی رو آوردند و فلان. همه اینها مسائلی بود که یعنی ما یک سالی رو نداریم از وقتی که این کودتای خمینی در ایران صورت گرفت، ما هیچ سالی نداریم که حاجیای ما دلهره نداشته باشن. همه حجاج جهان اسلام میرن به حج با این تصور که خدایا بار الهی امسال ایرانی ها رو از شر ما کمشون کن، نذار که این نظام به اصطلاح ایران بیا در منطقه بحران سازی کنه. در سال 1409 باز هم مشکل داشتیم. در سال 1000 به اصطلاح سال گذشته که 1436 بود باز هم همون فاجعه ایمنا که بسیار فاجعه غم انگیز. جناب دکتر برمیگردیم به قضیه امسال. هدفی است که امسال چرا حجاج ایرانی از طرف ایران منع شدن که حج نرن؟ این قضیه به چی میگرده؟ اصل قضیه امروز ما میبینیم که روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و بین ایران قطع است. اگر برگردیم به قضیه قطع روابط که در اینجا چی مطرح بود؟ چون ذهن همین موردی که شما اظهار میکنید که روابط به اصطلاح دیپلماتیک ایران با عربستان قطع است. الان چرا قطع باشه؟ یعنی ما به اصطلاح یک موردی هست در علم سیاست، خیلی چیز پیش پا افتاده ای هست که هر دانشجوی کلاس اول به اصطلاح سیاست این رو میدونه. قضیه ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی، که من در منطقه‌ای که زندگی میکنم جغرافیای منطقه نقشش در سیاست گذاری های من چی هست. حالا ببینید ما ایران رو داریم. خب ایران رو داریم، در اطراف ایران چه کشوری رو داریم؟ پاکستان رو داریم، افغانستان رو داریم، در بالاش ترکمنستان رو داریم، این ورش آذربایجان رو داریم، این ورش ترکیه رو داریم، این ورش عراق رو داریم، این قسمتش
کشورهای به اصطلاح حوزه خلیج رو داریم. این قسمتش بزرگترین کشور مثلا منطقه این حوزه که عربستان باشه. خب حالا این کشورها خلقت الهی اینجوری هست. افغانستان تا روز قیامت همسایه ایران هست، پاکستان همچنین، عربستان همچنین. یعنی اینجا من بیام مثلا ایران بیاد ببین ایران با چی تو نقشه نگاه میکنن سردمداران ایران تو یک کشوری در آمریکای لاتین که بیا ما با این روابط حسنه برقرار کنیم، مثل ونزوئلا مثلا با ونزوئلا ما خوب باشیم. آقا این ونزوئلا روی نقشه زمین باشه یا نباشه، روابط ما باش داشته باشیم یا نداشته باشیم، چقدر حجم داره، چقدر وزن داره برای یک کشور. اما عربستان یک کشور همسایه است، چه کار هر کاری بکنم من باش آبهای مشترک میتونم داشته باشم، باش مسائل مشترک میتونم داشته باشم. هر گونه دشمنی با اون برای من هزینه ور هست. سیاست، امنیت، اقتصاد، کل همه چیز ما به هم دوخته است. ببینید گره خورده است. در قضیه به اصطلاح مرزبندی ها ما یه مرزبندی سیاسی داریم که یک آقای اومده یک خطی کشیده روی نقشه و این رو برای ما مرزهای کشوری حساب کرده و هر چند روزی باز میان امپراتورهای منطقه اینا رو به هم میزنن و یک مرزبندی های دیگه و کشورهای دیگه تشکیل میدن. اما یه مرزبندی شفاف دیگه ما داریم و اون مرزبندی وجود مصالح و منافع کشوری من. بله. مرز من کجاست؟ اونجایی که من منافع و مصالح کشوری میتونم اداره کنم و داشته باشم. خب من در عمق افغانستان، در عمق پاکستان، در عمق به اصطلاح عربستان منافع من دوخته شده است. الان من بیام با این کشورها، با این ملت‌ها درگیر بشم، این نشانه چی است؟ این نشانه فقدان فهم سیاسی و فقدان قضیه‌های بسیار پیش و پا افتاده به اصطلاح ژئوپلیتیک به اصطلاح منطقه‌ای. حالا مثلا اونم عربستان، حالا شما بیا مثلا یه مشکلی درست کن با کویت، خب با نمیدونم امارات متحده عربی، خب میگیم ما با یک به اصطلاح منطقه کوچیک با یک کشور کوچیک، حالا ما اگر با این روابطمون رو کلا قطع کردیم، خب یکم مقدار برای ما هزینه داره. اما خود به اصطلاح حجم کشور یه فضای دیگر به ما میده. کشوری مثل به اصطلاح عربستان ما وقتی باش در میافتیم یعنی چی؟ عربستان یه ویژگی خاص داره. حالا ما میتونیم مشکلات سیاسی باش داشته باشیم، میتونیم هر به اصطلاح مسائلی داشته باشیم، اما باید این رو در نظر داشته باشیم که عربستان محبت وحی هست. یعنی چی؟ یعنی کل 1.5 میلیارد مسلمان جهان 5 بار قبلشون به طرف مکه مکرمه هست. هر گونه خیانت و هر گونه به اصطلاح ضربه زدن به فضای مکه مکرمه، به مشاعر اسلامی، به اون قدسیت مکان برای ما هزینه داره. الان تصور تمام دنیا متنفر میشه و امکان هم جناب دکتر امکان هم نداره. اینا در تاریخ هم مطالعه کردن، در تاریخ هم خواندن و باز هم اگر به تاریخ برگردند، اگر کسی موفق میشد که توجه جهان اسلام، توجه مردم را به غیر از کعبه به طرف خود معطوف کنه، ابرهه میتونست، قرموطی های وقت میتونستن، اما این محال و ناممکن است. تا قیام قیامت مردم قبلهشان مکه مکرمه است. هیچگاه این موقعیت جغرافیایی تغییر ناپذیر است، تغییر نمیخوره. موقعیت جغرافیایی هم تغییر ناپذیر هست، واقعیت منطقه هم تغییر ناپذیر است. ما نمیتونیم به حج عمره رو از اینجا بکشیم و ببریم مثلا به کربلا، ببریم به قم. کربلا هم اونا به کربلا هم راضی نیستن، اونا فقط قم رو میخوان یا مشهد رو میخوان. چه بلایی سر شیعیان عراق در آوردن. اینه که اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه که اون واقعیت این نظام رو میرسونه که این نظام یه وظیفه داره. شما ببینید آقای خمینی بلند میشن از فرانسه که مرکز به اصطلاح غرب باشه و مرکز نمیدونم جهان غرب، بلند میشه میاد تهران تا که میرسه به تهران تا با غرب به جنگ در بیفته. خب این چهره مثل مثلا تئاتر بسیار بسیار ابلهانه‌ای که خیلی از ما متاسفانه گولش رو خوردیم. واقعا چجوری میتونه یک کسی، یک فرد در غرب تربیه شوه و به دست غرب پرورده شوه و دوباره بیارن ایران و ای از در ایران ضد منافع اونها کار کنه؟ خب
وقتی ما میاییم روند کودتای خمینی تا به امروز رو نگاه میکنیم، از وقتی که آقای خمینی پاشو تو ایران گذاشتن ما چی داریم؟ در منطقه جنگ داریم و جنگ 8 سال جنگ ایران و عراق رو داشتیم، جنگ های بسیار نقش ایران در فتنه افروزی ها در افغانستان، در پاکستان، در کل منطقه عربی. خب جناب دکتر اگر به این موضوع بردازیم شاید کم از اصل موضوع خارج شیم، من میخوام فقط بدونم که چی باعث شد این نقطه را اگر میشه توضیح بتین، چی باعث شد که ایران به یک بارگی بدون در نظر داشته منافع ژئوپلیتیکی که شما بهش اشاره کردین به یک بارگی با کشور به حجم سعودی درگیر شود و روابط باعث قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور شود؟ ببین اصلا این وظیفه ایران هست، نقشی که بسیار قدرت‌های شرق و غرب به ایران دادن این هست که آقا بیا در این منطقه آشوب بپا کن. در کجای دنیا شما یعنی تا پای ما به اونجا کشانده شود، تا ما بتونیم این منطقه رو جنگ رو با عراق در بده تا اینکه ما الان جنگ عراق، نتیجه جنگ عراق چه شد؟ عراق یک کشور کاملا ویران و نفت عراق رو الان بدون هیچ هزینه‌ای دارن میبرن، ثروت‌های منطقه رو بدون هیچ هزینه‌ای دارن چپاول میکنن و این همه افراد کشته میشه. با چه اسلحه‌ای کشته میشه؟ با اسلحه همین غرب و شرقی که اونجا بسیار بازار اسلحه‌شون پربار شده. الان ببینید در هر جای دنیا به اصطلاح سفارت هر کشور اون از حوزه استحفاظی اون کشور محسوب میشه، امنیتش نمیدونم. من وقتی میام به اصطلاح در کشور شما سفارت میزنم، وظیفه شما حمایت از سفارت من هست 100%. و هر گونه دخالتی شما در به اصطلاح شؤون سفارت من یک نوع تعدی به حساب میاد. خب هیچ جایی ما نمیبینیم که افراد بلند بشن برن یه سفارتی رو بسوزونن، افرادش رو بزنند، بکشند، حمله کنند، برن داخل سفارت فلان، مگر در ایران. یعنی چی؟ در ایرانی که ما اصلا الان مثلا بگیم که در یک کشوری هست که نوعی آزادی هست، خب احزاب مختلف هست، مثلا کشوری مثل افغانستان، مثل پاکستان، یک احزابی وجود دارن. بله. خود همون حزب هم واسه خودش یک قدرتی داره. حالا در غیاب نمیدونم نیروهای امنیتی و فلان اون حزب یک مجموعه از اون حزب تونستن از قدرتی که دارن سوء استفاده کنن، یک کاری رو بکنن که این صورت هم نگرفته تا حالا. در ایران که ما حزب هم نداریم، هیچ فردی غیر از حکومت نیرویی هم نداره. خب در این کشور نظام تک قدرتی وجود داره، یک تک قدرتی دیکتاتوری هست، پلیسی هست. در این کشور افرادی رو نظام میفرسته که حمله کنند به سفارت کشور. چرا حمله میکنید؟ آقا برو سفارت عربستان یعنی شما فکر میکنین که مردم ایران یا ایرانی هایی که از کشتن و از بدار کشیدن شخص مثل نمر آزرده بودند و در نتیجه ای قیام کردن، فکر میکنین ای در نتیجه واکنش خودجوش مردمی نبوده و دست رژیم ایرانی کار صورت گرفته؟ اولا مردم ایران از کشته شدن یک شخصی در عربستان پیش نه نگران هستند نه واکنش نشون میدن. برای چی؟ ببینید خب پس چرا به اماکن دیپلماتیک سعودی در شهر تهران در سفارت و در کنسولی سعودی در مشهد حمله بشه؟ من میگم که رهبریت ایران عقلیت حوزوی داره، نه مردم ایران. مردم ایران میدونند آقا اگر خبری اومد که در فلان کشور یک نمیدونم شخصی اعدام شد، میرن میخونن میبینن که نه آقا یک شخصی نیست، بیش از 40 اندی شخص اعدام شدند، یکی هم معمم هست. آقا این معمم رو چرا اعدامش کردید؟ میرن میبینم که آقا تفاصیل امر که این آقا یک انفصال طلب بود، نمیدونم یک گروهک نظامی تشکیل داده بود، در جنایت های مختلف در کشورش دست داشته، دادگاه اون کشور حکم کرده که آقا این مثل اون 40 اندی نفر به اصطلاح افراد تروریست این هم کشته بشه. کشته شد. به من ایرانی چه ربطی داره؟ خب تازه من هم اگر بخوام اعتراض کنم، اعتراضم رو چیکار میکنم؟ میرم آقا به شیوه های مختلفی که در دنیا که به اصطلاح طویله نیست. من مشکلی دارم آقا این مشکل رو به کجا؟ به دادگاه لاهایی گفتن، نمیدونم سازمان مللی گفتن، نمیدونم اعتراض هایی دارن. شما جناب دکتر میخوانی رو بگن که گویا خود رژیم ایران یک جمعیت توده از مردم را
توده از بگیم سپاه پاسداران را فرستاد تا سفارت ایران در تهران و کنسولی ایران در مشهد را به آتش بکشند و اموال و دارایی سفارت به غارت ببرند. دقیقاً این چیزی که صورت خب گرفت. پس حضور نیروهای امنیتی خیلی ها زیاده در اطراف در محوطه اماکن دیپلماتیک سعودی، ایره چه ارجع میکنن؟ اگر مثلا اینها مردم می بودن، وظیفه نیروی امنیتی چیه اونجا؟ خب وظیفه نیروی امنیتی مثلا که از این سفارت باید حفاظت کنه کجاست؟ این خود نیروی امنیتی بود که حمله کرد. خب حالا که به اصطلاح حمله کردن، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش هیچی. یک کشور احساس امنیت نداره برای به اصطلاح دیپلماتاش تو کشور دیگه، میخواد آقا سفارت رو میبنده. شما وقتی که من رو در کشور خودت نمیخوای، من چیکار میکنم؟ خب میگم شما رو به خیر، ما رو به سلامت. پس در نتیجه میتونیم بگیم که حکومت ایران به خاطر یک فرد یا هم این فرد بهانه‌ای بوده، بالاخره منافع یک کشور که منافع ملت ایران میشه، منافع یک شخص نمیشه، به خطر میاندازه و با کشور مثل سعودی که در جهان اسلام چه که حتی در عرصه بین الملل جایگاه ویژه داره، او را به خطر میاندازه. ببینید این سردمداران ایران، این معممینی که در ایران حکومت میکنن، اینا نه براشون ایران مهم هست، نه براشون ملت ایران مهم هست. اینها برایشون موندن بر کرسی حکومت این حوزه بزرگی که به اصطلاح اسمش رو به اصطلاح ایران رو بهش گروگان گرفتن، ملت ایران رو بهش گروگان گرفتن، بر این به اصطلاح کرسی نشستن هست. بهای این که اینا رو بذارن که روی این کرسی باشن، ببینید ایران با به اصطلاح آمریکا و حوزه غرب روابطش عالی است، با اسرائیل عالی است، با روسیه هم عالی است، با چین هم عالی است، با هند هم عالی است. یعنی چی؟ یعنی اینی که این وظیفش اینه که حتی اگر روسیه با آمریکا و غرب مشکلات داشته باشه، با ایران مشکل نداره، چون که ایران منافع روس رو در منطقه حمایت میکنه، ایران منافع غرب و اسرائیل رو در منطقه حفاظت میکنه. پس همه وظیفه دارن، میدونن که این مهره رو باید در این منطقه داشت. و یعنی دلیلش هم میتونه این باشه که چرا مثلا کشور مثل عراق توسط امریکا اشغال میشه و بعدش با خیلی ها سهولت و با خیلی بی‌پروایی گذاشته میشه به دست ایران که توسط ایران دوباره همه جو اینجوری است. کشور عراق ویران میشه با کی؟ با اسلحه ایران و غرب و تحویل ایران داده میشه. رئیس ایران میاد با افتخار، رئیس جمهور ایران میاد با افتخار میگه که اگر ما نمی بودیم آمریکا نمیتونست افغانستان و عراق رو اشغال کنه. خب یعنی چی؟ اینا دارن نقش بازی میکنن، نقشی که به عهده دارن. الان ایران در سوریه چی میخواد؟ ایران در سوریه منافع روسیه رو میخواد. روسیه اونجا منافعش هست، ایران هم حافظ منافع روسیه هست. ایران در یمن چی میخواد؟ یعنی گویایی که میگن ملت ایران یا مردم ایران یا رژیم کنونی ایران به حیث سرباز آمریکا و سرباز روسیه و یا در کل سرباز غرب، نقش پلیس غرب را در منطقه ایفا میکنن. دقیقاً نقش مثلا حکومت ایران، نه مردم ایران. مردم ایران از این حکومت و از این به اصطلاح افرادی که به اصطلاح اونا رو به گروگان گرفتن متنفر هستن. دلیلش هم ایران در سوریه می جنگه. بله. خب با کی می جنگه؟ بله. با نوکرای حزب اللهیش، با نوکرای به اصطلاح عراقیش، با جیره‌خوارای افغانی و پاکستانیش. ایرانی نمیره در سوریه بجنگه. چرا نمیره؟ چون که این ملت متنفرن، میدونن که چه داره میگذره. چه مجبوری دارن که برن به در یک کشوری اون ور مرزهایشون. بله. از عراق بگذر برو سوریه، از چند تا کشور بگذر برو یمن. خب که اونجا دنبال چه هستید؟ دنبال برهم زدن منطقه، دنبال کشت و کشتار، ویران کردن منطقه. این وظیفه ای است. ببینید غرب برای به اصطلاح چپاول ثروت‌های منطقه و برهم زدن بحران سازی و امنیت منطقه رو برهم زدن نیاز به یک
غده سرطانی داشت. اسرائیل رو درست کردن. اسرائیل یه نقشی رو بازی کرد، اما اسرائیل چی بود؟ اسرائیل یک عنصر بیگانه هست در منطقه قبولش نداره. اولا یک دین جدید هست، دین یهودیت هست، خب مسلمان‌های منطقه قبولش ندارن. دوما عرب نیستن، خب عربای منطقه هم قبولش ندارن، یک عنصر اجنبی. خب اسرائیل نقشی رو بازی کرد، اما این نقش کافی نبود. این نقش تونست در شکلگیری حکومت‌های سیاسی یک دوری رو داشته باشه، یک نقشی رو ایفا کنه، اما در خود منطقه، در بین ملت‌ها جنجال آفرینی، بحران آفرینی، کشت و کشتار، اینجا نیاز بود که یک حکومت مثل اسرائیل، یک صهیونیسم دیگه‌ای ساخته بشه. و الا چرا یک نقطه را میخوام متذکر شم، و الا چرا ایرانی که این همه طی 37 ساله که از عمر رژیم ولایت فقیه در ایران میگذره و هی داد از دشمنی با اسرائیل، با رژیم صهیونیستی میزنه، چرا وقتی ایران میاد عملا امروز مگر اسرائیل نمیدانه که ایران عملا داره در سوریه دخالت میکنه، در سوریه که در هممرزی با سرزمین های اشغالی که امروز صهیونیست ها در اونجا حکومت دارن، چرا واکنش نشان نمیده؟ این چیزی هست که اسرائیل میخواد. اسرائیل میدونه که ایران مثل بشار اسد که به اصطلاح نوکر ایران بود یا حامیش ایران و روسیه بودن، حافظ امنیت اسرائیل و مرزبندی های اسرائیل هست. مناطقی از سوریه که هنوز در زیر اسرائیل بود هرگز آزاد نشد و وظیفه بشار اسد و ایران و حزب الله حفاظت از به اصطلاح مرزهای بلندی‌های جولان. الان ساخته شدن به اصطلاح غده سرطانی مشابه با صهیونیسم که همون صفویت باشه در ایران، نقشش همین بود که کل منطقه، ملت منطقه رو به جون هم بندازه. ببینید ما قبل از آقای خمینی در ایران ملت چی بودن؟ ملت بودن ایرانی. اگر جناب دکتر اجازه بتین، چون این موضوع شاید به طول بکشه، با اجازه شما ما یک میان برنامه کوتاه را میگیرم و بعد از میان برنامه انشالله موضوع را دنبال میکنیم. بینندگان عزیز و گرامی، میان برنامه کوتاهی میبینیم و برمیگردیم انشالله. جزاكم الله خيرا. لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك. حج تولدی دوباره. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم با موضوع چرا ملت ایران، چرا ایرانی ها امسال از حج محروم شوند. با این موضوع خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب دکتر داشتن فکر کنم بحث را در ارتباط به ای که قبل از آمدن رژیم ایران حجاج ایرانی در چه وضعیت به سر می بردن، چه نظمی داشتن، در این باره بود نمیفهم که چه بود، چون شما آغاز کردین ما بعد شما را قطع کردیم. در قبل از کودتای آقای خمینی ما در ایران چی داشتیم؟ بله. ما یه ملتی داشتیم به نام ایرانی. این ملت ایرانی شاخصه بود در منطقه. حجاج ایرانی در حج نمادی بودند از نظم، از اخلاق، از نظافت و از برخورد درست.
آقای این خمینی اومد نقطه که شما ذکر کردین دقیقاً عرب هایی که در آن وقت با حجاج ایرانی سر و کار داشتند و وضعیت حجاج ایرانی را از نزدیک شاهد بودند، این را بارها حکایت کردن از طریق رسانه های مختلف که واقعا قبل از آمدن رژیم آخوندی و رژیم ولایت فقیه در ایران، ایرانی ها رمزی از رادمنشی، رمزی از انضباط، رمزی از دقیقاً. نقطه نظافتی که شما پاکیزگی که ذکر کردین، این در خیلی آرزو میکردن که خیلی سعودی ها میگن آرزو میکردن که ای کاش تمام حجاج کشورهای جهان مثل ایرانی ها ایرانی باشن. با نظم می بودن. ما حاجیای به اصطلاح ایرانی واقعا شاخصه بودن، این رو همه اعتراف دارن. حالا وقتی که آقای خمینی اومد، قبل از اینکه حج بیاد در داخل ایران اومد چیکار کرد؟ گفت آقا بیایید وحدت بین شیعه و سنی برقرار کنیم. مگه ما دعوا داشتیم که شما بیایید بین ما صلح ایجاد کنید؟ نه خیر، یعنی یک روباهی میخواد که شما رو به جنگ بندازه با هم، میگید بیاید با هم برادر شید. بابا ما برابریم در کنار هم زندگی میکنیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم و نداریم. خب از اون روزه که شیعه و سنی در ایران به جون هم افتادن. قبل از این در افغانستان شیعه و سنی با هم شیر و شکر بودند، از اون روز به جون هم افتادن. در پاکستان شیعه و سنی به جون هم افتادن. ببین پاکستان استمرار هند هست، جزئی از هند است که جدا شده. شیعه و سنی در هند مشکل ندارن، در پاکستان مشکل دارن. چرا؟ واقعا این سوال برانگیز جناب دکتر، واقعا این نقطه خیلی نقطه دقیق است، فقط رویش یک توجه شد که چرا قبل از آمدن رژیم خمینی در ایران شیعه ها در پاکستان شیعه و سنی با هم مشکل نداشتند، در افغانستان با هم مشکل نداشتند و همچنین در کشور مثل عراق با هم مشکل نداشتند و در لبنان، در سوریه، در این کشورها با وجود از شیعه خیلی اقلیت هستند لکن هیچ مشکل نداشتند. چرا به یک بارگی؟ همین است که این نقشی که به اصطلاح آقای خمینی باید ایفا میکرد. خب اومدند و این نقش رو ایفا کردن. اولین کسی که کودتای خمینی رو گولش رو خورد و اعتراف کرد بهش خوشحال شد عرب ها بودن. عرب ها خوشحال شدن که نظام شاهنشاهی رفت، یک نظام به اصطلاح لاییک بود. حالا یک کسی اومده که به اصطلاح خدا رو میشناسه، ما با این بیشتر میتونیم. به هر حال برای عرب ها خیلی مهم هست که یک کشور به بزرگی ایران با 80 میلیون جمعیت این بیاد به عنوان یک برادر بزرگی در کنار ما باشه. این برادر بزرگ خب نشد. از روی حسن نیت. خب از روی حسن نیت اینا خوشحال شدن که به اصطلاح کسی اومده که حداقل ما میتونیم با زمان خدا و رسولش با هم تفاهم داشته باشیم. بله. خب این آقا اومد، دیدن که نه بابا، این از روزی که اومد شروع شد جنگ با عرب ها و جنگ. خب حالا قضایه سیاسی است، نمیدونم جنگ ایران و عراق و نمیدونم فلان. قضیه عبادی حج چی؟ قضیه عبادی حج از همون سال 1365 شروع کردن به انفجارها و مسائل چی. در مرداد 66 اومدن به اصطلاح جنگ کردن. قبل از اینم جناب دکتر یک از سال 61 شروع کردن. از سال فکر کنم حتی 59 شروع شد. از سال به اصطلاح 1402 بعد از اون 1403 بعد از اون 1406 1407 1409 که مصادف میشه 1980 و 81 82 83 86 اوجش بود. در سال 1300 به اصطلاح قبل از اینکه جنگ ایران و عراق تموم بشه، یک سال قبلش اینا اومدن در مکه مکرمه، اومدن حاجی‌ها رو به کشت و کشتار انداختن. راه ها رو بستند، عکسای خمینی رو، پلاکاردهای خمینی، سپاهی ها اومدن و یه جنجالی به راه انداختن که حتی آقای خمینی سال بعدش حج رو تحریم کرد. و آقای رفسنجانی یک ویژه افرادی رو وظیفه داد، آقای عبدالله نوری و نمیدونم اوحدی و اینا رو وظیفه داد که آقا شما برید سرًا این قضیه رو پیگیری کنید که ببینید کی است. رفسنجانی روز اولش خب داغ کرده بود که ما از عربستان انتقام خواهیم گرفت و فلان. بعدش خودش اومد اعتراف کرد که نه بابا، اینا تندروهای ما بودن، اینا بچهای بسیجی‌ها و سپاهی‌ها بودن که اونجا فرستاده شده بودن که منطقه رو به آشوب بکنن و بیش از چند صد تا از سربازان سعودی. حالا شما اگر اسلحه ندارید، با سرباز اسلحه دار شما چند صد سرباز سعودی رو کشتید. خب این جنجال رو به فا انداختن. بعدش آقای منتظری خودش رسما در نامه‌ای که به خمینی نوشت این قضیه رو بهش معترض شد که چرا همچین رفتاری با
به اصطلاح با مسلمان ها میشه. بله. اینه که اینا خودشون در داخل خودشون مشکل دارن، معضله ای که به اصطلاح خب به هر حال این که مشکل نیست برای اونا، این وظیفه اونهاست که منطقه رو بحرانی کنن. دکتر فکر کنم در همون سال 85 سرباز سعودی میگن به شهادت رسیدن و همچنین در همون مسئله 402 نفر به شهادت رسیدن که بیشترشون مثلا حاجیای به اصطلاح کشورهای مختلف که از جمله 275 حاجی ایرانی میگن بود. ببین الان ما یک به اصطلاح نظامی داریم که دیدگاهش دیدگاه حوزوی است. بینشش اینه که آقا مثلا اون میاد، اینا البته جالب اینجاست که خودشون بین خودشون هم چون که فساد مالی خیلی بلند است، یک به اصطلاح آشخوری دارن، یک آبشخوری دارن. اون چی هست؟ همین قضیه آوردن حاجیان به حج. ببینید مبلغ هزینه ای که حاجی ایرانی پرداخت میکنه از کل جهان بیشتره. خب اینا میگن جناب دکتر برعکس، ما برعکس تمام کشورهای جهان هستیم، یا ایران یگانه کشوری است که برای حجاجش یک بخشی از پول حجاج میپردازن، یک بخشی حکومت ایران. این هم از به اصطلاح جمله دروغایی که به حاجیای ایرانی بیچاره به اصطلاح میگن. ایرانی میاد قبل از به اصطلاح اینی که ثبت نام بشه، به اصطلاح نامش تو قرعه کشی بره، به 10-15 سال پیش مبالغ هنگفتی رو تو حساب میذاره. اینها این مبالغ رو اصلا سیستمشون یک سیستم جنگ با خداست، میذارن این رو در یک سیستم ربوی. خب از این پول حاجی مظلوم مستمند بیچاره استفاده میکنن. وقتی هم قرعه اومد یک مبالغ هنگفتی ازش میگیرن. این مبالغ کجا میره؟ اینا یک چند درصدیش به اصطلاح هزینه حاجی هست، بقیهش در همین مسیر دزدیده میشه در فساد اداری که هست. این یه جزش هست. خب یه جز دیگه به اصطلاح گروه دومی که به اصطلاح از این آبشخور چیزی گیرشون نمیاد. اینا چیکار میکنن؟ اینا میگن که آقا ما در سال 80,000 حاجی ایرانی داریم، در سال 750,000 به اصطلاح حج عمره میرن. اینها بیش از 1 میلیارد و به اصطلاح 380 میلیون دلار هزینه شون میشه. این هزینه چرا بره در مسیر حج؟ چرا این نره به مشهد؟ چرا نیاد تو جیب به اصطلاح بیت رهبری که به اصطلاح صدنه مشهد تو دستش هست، یا قبرهای به اصطلاح قم و اینا دستشون هست؟ مراجع چرا این مبالغ هنگفت رو نخورن؟ اونا ایران چیکار کرد؟ همین عقل حوزوی اومد کل حتی مراکز عبادی شیعیان در عراق رو تسخیر کرد. خب شیعه عراقی، یعنی شما میگیم بحث درآمد است، بحث یه جزئی از بحث درآمد هست، بحث دزدی است. خب الان ببین مزار شریف افغانستان به اصطلاح حیثیتش از باب به اصطلاح در دنیای تشیع به اندازه چی هست؟ به اندازه نجف هست. همون وزنی که گفته میشه. بله گفته میشه که در اونجا نجف آقا قبر آرامگاه حضرت علی است. خب چشم. مزار شریف چیه؟ اونم مال حضرت علی است. حضرت علی تو کوفه شهید شد و در کوفه دفن شد رضی الله عنه. 2 تا قبر براش، 2 تا دکان بزرگ به سلام برای کسب ثروت درست کردن. حالا ببین اهتمامی که چون که مزار شریف دست ایران نیست تا حال دست ایران، چون که تا حالا دست ایران نیست، در حاشیه افتاده و دارند فعالیت میکنن به خاطر گرفتن تا بهش برسن. قم تا وقتی که به اصطلاح نجف به اصطلاح دست ایران نبود، خب یه معنای دیگه داشت، برای یک کسای دیگه ای از اونجا کسب درآمد میکردن. ایران اومد کل مراجع شیعه در عراق، در افغانستان، در همه مناطق رو کشت و سعی کرد که این بساط مرجعیت رو از عراق بیاره به ایران در قم و مشهد، تا اون رو به اصطلاح بتونن این سرمایه ها رو بکشن. حالا مونده این سرمایه حج. بله. شما تونستید مراجع رو بکشید. الان حالا با چی کار کنیم؟ امسال چی اتفاق افتاد استاد سیقل عزیز؟ خیلی چیز جالبی هست. هیئت ایرانی میاد میره به عربستان، در اونجا در حالی که رابطشان قطع هم هست. روابطشون خیلی نکته جالب است که با وجود قطع روابط، عربستان سعودی حاضر میشه که به هیئت ایرانی روادید از طریق سفارتش در فکر کنم در امارات، در دبی صادر کنه و اینها را به میزبانی سعودی هیئت ایرانی بیای سعودی و با هدایای حتی بر بگرده. ببینید
فکر به اصطلاح عربستان مثل کشورهای دیگه فکر یک دولت هست، یک کشوری هست، برایش منافعش مهم هست، نمیخواد که مثلا با همسایه‌اش دعوا داشته باشه. چه منفعتی براش داره که مثلا با ایرانی‌ها در بیفته؟ ایرانی‌ها اومدن نمیدونم جنایت در حج به کار گرفتن، گفتن که آقا ببخش، ما این یک جنایتی بود که افرادی مرتکب شدن، جلوش رو در آینده باید بگیریم. این عربستان به جای این که بسا ببینید ایران چه جنایتی در منا انجام داد، عربستان اومد که بسا 4 تا موشک به طرف ایران بزنه. چی کار کرد؟ گفت که آقا اینا اومدن جنایتی کردن، ما یک سال آینده احتماممون بیشتر میشه، قضای امنیتی رو محکمتر میگیریم تا افراد این چنینی نتونه یک به اصطلاح بحران سازی کنن. خب الان اومدن براشون ویزا دادند، اومدند نمیدونم رفتن با عربستانی‌ها نشستند، گفتن آقا چی میخواید، بهانه ها آوردن، گفتن همه اینها قبول، همه اینها قبول، بیایید حاجیاتون رو ببرید، حالا بیایید امضا کنیم توافق نامه رو. بهانه آوردید، شرط و شروط گذاشتید، همه شرط و شروطاتون آقا قبول. خب اومدیم. اونا گمان میکردن که شاید شرایطی بگذارن که نداشت. سعودی اصلا قبول نکنه. اونا فکر میکردن چون که همه اینها چیزایی بسیار غیر معقولی بود. خب با این وجود عربستان قبول کرد. چرا؟ چون که عربستان دید یک حکومت داری است. اما اونایی که به اصطلاح عقلشون عقل حوزوی است گفتن نه، حالا ما بریم باز از بالاترامون بپرسیم. بابا شما رفتید پرسیدید چون این به اصطلاح چیزایی که بالاتراتون به املا کرده بودن. خب رفتن از داخل ایران اعلام کردن که نه آقا ما نمیاییم. خب و به دروغ به ملت گفتن که آقا عربستان ما رو منع کرده و عربستان توافق نامه رو قبول نکرده و فلان از این. بعدش چی؟ بعدش استاد سقل این خیلی جالبه. خب الان عربستانی ها چیکار کردن؟ خیلی اینا هم زرنگن. عربستانی ها اومدن دیدن که ببین ملت ایران چه گناهی کرده. اگه 4 تا قالتاق این ملت رو به گروگان گرفتن نمیذارن به حج برن، این رکن عبادی ملت هست. ما باید در فکر راهچار باشیم. وزارت خارجه عربستان یک قراردادی، یک بیانیه صادر کرد، به همه سفارتاش املا کرد که آقا هر ایرانی مقیم خارج کشور که بخواد به اصطلاح از هر کشور جهان بیاد به حج بهش روادید صادر کنید، ویزا بهش بدید، قدمش رو چشم مهمان ماست. الان باز آقایون دست و پاشون رو گم کردن، شروع کردن به تهدید کردن که آقا اولا این کار امکان نداره. خب این بابا عربستان خودش میگه که من ویزا میدم، تو چه مرگته؟ میگه نه آقا این امکان نداره، اصلا سیستم کامپیوتری این رو قبول نمیکنه. سیستم کامپیوتری قبول نمیکنه. بابا قبول میکنه یا نمیکنه؟ آقا قبول نکنه اون بعد از خطش مینویسه. به تو چی؟ بعد میگه که نه ما توصیه میکنیم که حاجی‌های ایرانی از هیچ جا، از هیچ کشور ثالثی چون میگن این حق ایرانی هاست. خب حق ایرانی نیست، ایرانیه. خب این ایرانی نیست. این سوال اینجاست. این ایرانیه میخواد بره، میگه نه اگر برید براتون، شروع کردن به تهدید کردنشون، این براتون معضل آفرین خواهد شد، در آینده براتون مشکل ساز هست فلان فلان. یعنی چی؟ ای ایرانی اگه رفتی فردا این ویزاتو تو جوازت ما دیدیم، تو پاسپورت دیدیم، این برات معضل آفرینه. از یه سو تهدید میکنن، از یه سوی دیگه باز رشوه میدن. خب میاد آقای احدی میگه که ایرانی هایی که به اصطلاح نمیتونن برند و پولشون تو حسابات هست و به اصطلاح تو هزینه دولت هست، ما به اینها 1.5 میلیون میدیم که اینها برن به کجا؟ برن به مزارهای مشهد و قم. عجیب. خب یعنی یه نوع رشوه که حالا این ملت ایرانی که دلشون سوخته است میخوان برن خانه خدا، اونی که میخواد بره خانه خدا اون دنبال خداست، اون موحده، اون قبر پرست نیست، اما میخوان که نه این رو منحرفش کنن. ببینید برای ایران قضیه حج و عمره واقعا یه معضله است. آخه هر حاجی که میره به اصطلاح خانه خدا، این حاجی قبل از اینکه بره بسا زیر یک بمباران شدید تبلیغاتی قرار میگیره. تو میری تو یک کشوری که اونجا وهابی هستن، آدما قورتش میدن، نمیدونم فلان میکنن، اعلان میکنن اخلاقشون اینه فلان اینشه. این بنده خدا از اونجا میاد با یک عینک سیاه دودی، میاد وقتی میره به حج میبینه که اینجا همه مسلمان ها هستن،
برادروار در کنار هم طواف میکنن. اینجا نه به اصطلاح قبر پرستی هست، نه میدونم نه به اصطلاح تبعیض نژادی هست، همه برادرن، همه مسلمون ها به ما گفته بودن که کل جهان شیعه اند. وقتی میاد اینجا میبینه که شیعه یک اقلیت ناچیزی از امت اسلامی است، بعد میاد این شخص چی میشه؟ مثل همون آخوندی که میگه که ما مثلا 200 نفر فرستادیم، به 200 نفر از علمای حوزه علمیه رو فرستادیم برن حج عمره، رفتن از اونور از 200 نفر 30 نفر تلفات دادیم شدن بسیار چی. این عقله که داره در ایران حکومت میکنه. جناب دکتر میگن پس از 4 سال از آمدن خمینی، دقیقاً در سال 1983 میگن یک بخشی، یک اداره در وزارت که مسئول فرستادن حجاج، فکر کنم وزارت ارشاد باشه، در اونجا میگن یک اداره فقط به خاطر ساختن شعارها، به خاطر شعار نویسی و به خاطر تصویرهای وارو ندادن از مراسم حج و از مسلمانان برای حجاج ایرانی ایجاد شد میگن. خب این فقط به خاطر شستشو دادن مخ ایرانی است. خب الان ببینید، من وقتی میگم که ما در ایران معضله داریم و عقل حوزوی به اصطلاح قرون وسطایی، فسیله های زمان به اصطلاح دانیاسورها دارن حکومت میکنن، همینه. اینا داره فکر میکنن آقا الان ببین در دنیا چی هست. وقتی که شما بر علیه یک کسی تبلیغات سو میکنی، چه کار میکنی؟ از بسیار دیدگاه روانشناسی شما طرف مقابل شنونده خودت رو تشویق میکنی، یک به اصطلاح رد فعلی در اون ایجاد میکنی که بره دنبال حقیقت باشه. حالا نتیجه این همه تبلیغات سو چی شد؟ نتیجه این شد که ما امروز در جامعه ایران با یک ریزش بسیار شدیدی در تشیع روبرو هستیم. افرادی که روزانه به سوی به اصطلاح توحید و یکتاپرستی گام میزنن، از علما، از شخصیت‌های علمی یا حوزوی گرفته تا از افراد فرهنگی. خب ما الان در مثلا قضیه در ایران با یک به اصطلاح بیداری بزرگ در سطوح مختلف اجتماعی روبرو هستیم. این خیلی به اصطلاح موفقیتی هست که واقعاً تاریخ این رو مدیون همین نظام فاشیستی حاکم بر ایران هست. اگر اینها نمی اومدن این تبلیغات رو نمی کردن، تا این بمباران بسیار تبلیغاتی سو رو نمی کردن، خب مردم کنجکاو نمی شدن. با این کاری این آقایون مردم کنجکاو شدن، به طرف حقیقت دارن گام میزن. یک مسئولین ایران یک مسئله دیگه که مطرح کردن، گفتن در مذاکراتشون با هیئت سعودی مثلا گویا سعودی ها حاضر نشدن که امسال اجازه بدن که ایرانی ها مراسم براءت از مشرکین را دایر کنن. اینجا هم یک سوال است، آیا ابتدایی که آیا این مراسم براءت از مشرکین، نمیفهم که در عربستان سعودی یا در مکه اونجا مشرکین است که اینا مراسم براءت کنن، یا چرا به دیگر مثلا شیعه های جهان این مراسم ندارند و چرا در کل مسلمان ها این مراسم ندارند؟ ببینید استاد سقر عزیز، حج اصلا کلش چی هست؟ کل عبادت حج براءت از مشرکین هست. ندای شعار حج چی هست؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کلش براءت از مشرکین هست. حالا براءت از مشرکین در عرف این آقایون چی هست؟ براءت از مشرکین این هست که پلاکاردهای بزرگ، عکس آقای خمینی، عکس آقای خامنه‌ای، اینا رو بگیریم بیاییم تو خیابونها در سد معبر درست کنیم، راه رو بر مسلمونها ببندیم و مردم رو به جون هم بندازیم. این براءت از مشرکین است. آقا این براءت از مشرکین چی هست؟ عبادت هست. خب شما در مکه، در مدینه، در کل عربستان شیعه هستند. خب شیعه عربستان مگه حسینیه ندارند؟ شما اصلا چیزی به نام مسجد ندارید، شما حسینیه دارید. مرکز عبادی تشیع حسینیه است. آقا برید تو نمیدونم تو حسینیاتون براءت از مشرکین بگید، نمیدونم به سر کله هم دیگه بزنید، نمیدونم هر کاری دلتون میخواد بکنید. کی جلوی شما رو گرفته؟ براءت از مشرکین اینه که من بیام به اصطلاح در خیابون‌های به اصطلاح مکه و مدینه پلاکاردهای خمینی و به اصطلاح خامنه‌ای رو دستم بگیرم و بزنم تو سر مردم و مردم رو به اصطلاح سد معبر درست کنم. این واقعا یکی از نقاط نگرانی است که مسئولان تنظیم حج، مسئولان برگزاری حج در عربستان سعودی هر سال نگران هستند که ایران غوغای برپا نکنه، مشکل برپا نکنه و پروسه حج را برهم نزنه. واقعا
نمیدونم جناب دکتر صدق ما چی تعبیر کنم که اینا هر سال به جای اینکه جنبه های مثبت را در نظر بگیرن، ببینن که حکومت عربستان سعودی، دولت عربستان سعودی چی زحمات را برای آماده کردن و برای برگزاری حج تحمل میکنه، اینها فقط جنبه های منفی که اون هم دست خود ایران در همش دخیل بوده و تا حال هم دخیل است نگاه میکنه. مگه فقط ایران شیعه داره؟ خب شیعه یا افغانستان، پاکستان و هند از ایران بیشترن. خب من هم در لبنان شیعه بیشتره، در نمیدونم عراق شیعه هست، در هر جای یا اقلیت های شیعه وجود دارن. بعضیاشون از نظر جمعیتی مثل هند و پاکستان از ایران بیشترن. خب چرا اینا مشکل ندارن؟ نیستن واقعا. خود عربستان با اصلا هیچ سیستم سیاسی هر کشور، عربستان با همه دنیا مثلا روابطش خوبه، با خیلی از کشورها احتمال داره که روابطش خراب باشه، روابط سیاسی به هم مشکل داشته باشن، در قضایای اقتصادی مشکل داشته باشن، در قضایای دیپلماتیک همه چی امکان داره مشکل داشته باشن. اما ما هیچ وقت نمیبینیم که مثلا کشور کنگو، کشور نمیدونم کارازو، کشور نمیدونم چی بیاد بگه که من حاجیم رو نمیذارم بره عربستان. به یک نظام سیاسی چه ربط داره؟ یک حاجی مظلومی از نمیدونم از سنندج، از ارومیه، از آستارا بلند میشه میاد میره به اصطلاح به خانه خدا، در مقابل خانه خدا اظهار زاری میکنه، از استغفار میکنه. این به توی آقای خامنه‌ای چه ربطی داره که بیای جلوی این رو بگیری سد معبر بشی نمیدونم فلان بگی؟ از همین حاجی برای اغراض اقتصادی، برای اهداف سیاسی استفاده از دلایل دیگری که باز هم مطرح میکنن برای عدم حضور یا عدم اجازه دادن به ایرانی ها که به حج برن، میگن بحث ناامنی را مطرح میکنن، گویایی که سعودی ناامن است و امنیت حجاج، سلامتی حجاج در اونجا در خطر است. نمیدونم جناب دکتر که تنها جان برای ایرانی ها شیرین است یا برای دیگه اتباع دیگه کشورها هم شیرین است، یا ای که خون ایرانی رنگین تر است، یا ای که دولت های کشورهای دیگری که امروز شما 78 گفتین امروز هیچ کشور نیست که نماینده نداشته باشه، یا اونها به شهروندانشان اصلا احتمام و توجه قائل نیستن. من میگم باشه، عربستان برای همونطور که این آقایون میگن برای به اصطلاح ایرانی مشکل داره. خلاص شما بذارید ملت ایران، آقای ایرانی عربستان برات مشکله، حاجی ایرانی هر کی میخواد بره به مسئولیت خودش بره، ببین چی میشه. ببین چی میشه. این به جای 80,000 نفر 200,000 نفر ایرانی بلند میشن میان حج. 200,000 چی جناب دکتر؟ کمتر از 800 نمیان اگر اجازه بدن. این قضیه به اصطلاح ایرانی آرزوش هست، ایرانی آرزوشه. حالا ببینیم استاد سقل، ما 3 میلیون، بیش از 3 میلیون حاجی میرن به اصطلاح خانه خدا. حالا 80,000 ایرانی نرفتن. 80,000 در این 3 چه ضرری میرسونه؟ چه ضرری میرسونه؟ تازه جالب اینجاست وزیر به اصطلاح وزیر حج عمره ترکیه، یکی از دوستای بنده است، ایشون از روزی که به اصطلاح قضیه حج به اصطلاح ایرانی‌ها مطرح شد، از اون روزی به من میگه که ببین واقعا ایرانی‌ها نمیان، من میخوام که درخواست بدم به عربستان که این سهمیه ایرانیشو حداقل جزیشو به ما بدن. یکی از دوستای حاجیای افغانستان رو چندی پیش دیدیم که بابا شما چی؟ میگه ما آرزو داشتیم یه مقداری از سهمیه رو به ما بدن. یعنی کشورهای دیگه منتظرن که آقا این آقایون نمیخوان بیان، خب نیان، حداقل این سهمیه‌اش به ما برسه. چرا که ملت ها شیفته ای رفتن به حج؟ شما فقط درو رو باز کنین. نیم دقیقه خیلی کوتاه جناب دکتر، پس مقصر اصلی ممانعت حجاج ایرانی از رفتن به حج کی است؟ کدام طرف مقصر است؟ این چیزی که بسیار مثل روز روشن است برای تک تک افراد ایرانی رو نمیشه گولش زد. این نظام حاکم اولین بارش نیست، همه فرد ایرانی میدونه که این نظام حاکم بر ایران این جنایتکار اصلی این قضیه هست که باعث می شده که به اصطلاح ایرانی نتونه بره به حج و مسئول همه بحرانها در منطقه است. تشکر جناب دکتر نور محمد عمرا که باز هم در یکی دیگر از برنامه‌های
ویژه برنامه حج، برنامه رکن پنجم با ما در استودیو حضور یافتید و از تک تک شما عزیزان بیننده نیز تشکر و امتنان دارم که تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما رو با پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر جناب دکتر که باز هم حضور یافتیم. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك